خب آقا بهمن خوب هستین؟ آقا بهمن راجع به این برنامه بهمن پشت صحنه بفرمایید. به زودی بهمن پشت صحنه در یوتیوب با شما خواهیم دید. لحظه به لحظه فعالیت دوبلاژی که بنده و همکارانم دارم رو به اتفاق شما خواهیم دید و اینکه شما میتونید از پشت صحنه کارهایی که به شروع هست هم مطلع بشید. ما در اسفند ماه شروع میکنیم به پخش این کار. اون چه که امروز میبینید یا الان میبینید مربوط میشه به فیلم رمزگشایی که قطعا با حضور هنرمندان بسیار خوب دوبلاژ تقدیم شما میشه. ببینید چه خبره، تا انتهاش همراه ما باشید و از این پس رها نکنید بهمن پشت صحنه رو. سلام آقا بهمن. سلام درود. آقا بهمن چیکار میکنید؟ من در حال سینک زدن فیلم سینمایی رمزگشایی هستم با بازی جان کیوزاک، استاد دانشگاه. یک فیلم بسیار جذاب. این صحنه زیبایی که الان می‌بینید ورود آقای جان کیوزاک هست که به گویندگی جناب آقای زنده دل خواهد. به آقای زنده دل قراره بگنش. سینک زدن یعنی چی؟ یعنی چیکار میکنید؟ دیالوگ‌ها رو تنظیم می‌کنیم و اندازه‌ای که اینجا مکس می‌کنه اینجا بیلبول میده و یه وقت هم هست مجبور میشیم کوتاه‌تر کنیم یه وقتی به جمله اضافه کنیم. سینک میشه با آنچه که بازیگر مطرح می‌کنه با عنوان می‌کنه. بسیار عالی. میشه گفت بگم پس ما روزی که سختی‌های کار میشه مدیر دوبلاژه گوینده ها رو خبر بکنه، منتظر بشه اون کار داره این کار نداره، این میخواد بره این میخواد بیاد، یعنی مشکل داریم چیز دیگه تمام. ولی خب در حال وظیفه رو دوست داریم برای مردم خدمت بکنیم، به خصوص فیلم‌های خوبی که در ایام نوروز قرار به نوروز 404 نوروز 404 بله. یکی از فیلم‌ها همین رمزگشاییه. یکی پلیس بورلی هیلزه، یکی فیلم فرمانه، یکی فیلم نمیدونم خیلی فیلم قشنگه. به خیلی عالی. پس ما روزی که قرار بود که فیلم برداری حالا ضبط انجام بشه میایم اون روز هم یه فیلم میگیریم. بله چقدر خوب میشه که از حضور گوینده‌ها، از گویندگی گوینده‌ها، از پشت صحنه ما باخبر باشیم. حتما پشت صحنه با بهمن هاشمی. بهمن پشت صحنه. سلام آقا بهمن. خیلی سلام به حال شما؟ آقا به محمدی عزیز فیلم برداری میکنه. ما پشت صحنه یک کار قشنگ رو میخوایم با شما همراه باشیم. بردار محمد امین مردانلو. اسم یاد رفته؟ نه بابا اسم چیه؟ اسم چیه؟ آقا رو میگه نه اسم چیه؟ نه به قرآن یادم بود، جان تو یادم بود. اینا رو نرم میگه، نرم بگو. اینا رو نرم میگه. بریم. رمزگشایی، مترجم محمد مهدی قلی خان، صدا برداری و میکس محمد امین مردانلو، مدیر دوبلاژ بهمن هاشمی، دوبله شده در دوبلاژ سیما. با بازی جان کیوزاک. آقای مردانی استاد. بازم درد سر شروع شد. جبل خان فقط کافیه دستشو دراز کنه. یا میخوای اینطور ثابت کنی اون پول پیش تو نیست؟ به چیر دیر نداریم نمونهشو. اخلاق، رفتار، مهربونی، صفاش، صمیمیتش، صدای خوشگلش، تجربه‌اش، چیزایی که یاد ما داد الان داریم پس میدیم. بفرمایید. رمزهای باستانی اون دوره رو میشه به 3 دسته بر اساس پیچیدگیشون تقسیم کرد. این 3 دسته رمزهای تناوبی، رمزهای کتابی و رمزهای تغییر کننده هستند. معمای بنفش هم یه رمز تغییر کننده سطح بالاست که توسط سازمان امنیت ملی آمریکا ساخته شد برای خرابکاری و توسط گروه‌های خرابکار برای کمک به کومینتانگ‌ها در اینجا استفاده شد. استاد از شما درد نکنه. خیلی از شما ممنونم. بسیار عالی. به فیلم ما رنگ و لعاب میگی استاد. صدای شما، حضور شما ما رو اصلا دلشاد میکنی دکتر. صداهای طلایی نونت هست که ما توش گم. شما سلطانی حاج اکبر آقای مندانی. 40 سال پیش زمانی که من در اتریش در زمینه تعبیر خواب تحقیق میکردم، برای بازی در چین توسط مادر بزرگت خانم رومی دعوت شدم.
این بانوی پیر چندین سال درگیر کابوس‌های وحشتناک بود و دعا میکرد. آقای همت مخلصم بهمن جان. آقای همت چاکرم. به دیترویت خوش اومدید. صبر کنین تنها یک راه برای حل این موضوع وجود داره. منو نکش، من سیاهم. چی؟ یه حقه خوب. قربون شما. مهربان با پیشکسوت وای همه اخلاق خوب وای قربونت. افسر در خدمت شما هستیم. بفرمایید. راه زیادی رو برای گرفتن امیدوارم چیزی که دنبالشی پیدا کنی. من برم بیانده رو صدا کنم بیاد بریم. سلام آقا. حالی بخیر. آقای زنده دل. اگه میتونستم یه فکری بکنم مطمئن باش که میکردم. اون سرگرد لعنتی بچه رو اینجا رو تو دستش گرفته. رئیس شناس عرصه سینما، تئاتر، تلویزیون و دوبله میره تو جای جان کیوزاک صحبت بکنه در فیلم رمزگشایی. بله. مرسی بفرمایید. بریم فیلم رو شروع کنیم و اولین گوینده‌مون چی؟ لایزوویچ. انیاک رایانه و حل کننده الکترونیکی مسائل ادبی که در دانشگاه پنسیلوانیا به دنیا آمده. اولین رایانه دنیا. ذهن انسان مرموزترین و عمیق‌ترین و دقیق‌ترین چیز در جهان شناخته شده و بالاخره روزی میرسه که تمام آگاهی انسان به دستگاهی مثل این منتقل میشه. این یه آینده اجتناب ناپذیره. آقای لیوانی رو شو بده دوباره تو صحنه. اینا مردان پشت صحنه دوبلاژ هستن. مراقب باشین. 42-4 برادر، من بچه رو خوب میشناسم. شاید با استعداد باشه ولی طالب سطح بالایی که توقعش رو داریم دست پیدا نکرد. راه زیادی رو آقای آفتابی لطفاً. رضا جون طرف. امیدوارم چیزی که دنبالشی پیدا کنی. آقا رضا. صورتت آفتاب سوخته شده ولی از مچ به بالا سفیده. وقتی راه میری پات میلنگه ولی وقتی سر پا هستی درخواست صندلی نمی‌کنی، طوری که انگار اصلا فراموشش کردی. خوش صدا، خوش سیما، خوش اخلاق، بهترین مدیر دوبلاژ. نه بگو واقعیت باید گفت. فرمان رواییمون ملت و فرهنگمون. میدونیم میهن چه معنی داره؟ ببینیم این کلمه میهنه و در اولین نوشته‌های چینی روی کتیبه‌های استخوانی نوشته شد. مربع سمت راست نشانه زمین و نماد نیزه شکل سمت راست به معنی سلاح‌های جنگی. منطقه‌ای رو که نیاکان ما میشناختن و با سلاح‌هاشون ازش دفاع می‌کردن میهن سپید. اینم یک کلمه جدید برای میهن. دقت کنید ببینید چه فرقی. بابا یه پسر رو با خودت رو بردی خونه؟ خب اینا چیه؟ اینا اسامی گوینده همون هم بیو روزیتا. بله. آقای زنده دل، آقای زن آقای لازوویچ و خانم سحر سهامیان خواهد گفت. بزرگواری داریم تحت عنوان من استاد بزرگی. شما با ما باشید متوجه جریان میشید. رضا جان. جانم. بعد از خانم روزیتا میریم سراغ خانم روزیتا. خانم روزیتا تشریف. کاری نداره. خانم روزیتا یا رحمتی نامی آقا. وقتی میبینم شما هنرمندای جوان پشت چرخ میشینید برای من خیلی خیلی جالبه. در عرصه صدا، دوبلاژ، دختر سلطان مرد اخلاق آقای رحمتی عزیزم سلام میکنم بهشون. جاتون خالی در دوبله. بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید. بابا میگه اون یه نابغه ریاضیه که 15 سالگی تونست بره کمبریج و 24 سالگی هم یه ستاره رو به اوج در دنیای ریاضیات شد و 3 تز نوآورانه مطرح کرد و کلی دنیا رو شوکه کرد. اگه جنگ مانع برگشتش به کشور نمیشد حضورش در دانشگاه هم غیر ممکن میبود. راستش هر کسی ویژگی منحصر به فرد خودشو داره و استعدادهای عموزادم جین از مادر بزرگمون به ارث رسیده بود. اون فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج بود و به برادران رایت کمک کرد هواپیماشون رو به پرواز درآورن. این برای گنجینه پدرم.
دست می‌دارم نکنه واقعا صدای زیبا و گرم و پرنش به شما در آغاز فیلم یک حرکت جذاب داد که این فیلم ما. متشکرم. اینی که از من ضبط کرده دیدی؟ داریم اون فیلم داره ضبط میشه. خانم خیرآزاد سر با صدای گرم از بینندگان پیشکسوت دوست داشتنی. بفرمایید. شما خواهش می‌کنم. بفرمایید. بریم سراغ یکی دیگه از گوینده‌های نازنین، یکی از مدیران دوبلاژ، یکی از بچه‌هایی که از کودکی در عرصه سینما تا تلویزیون بوده، چرا که فرزند یکی از بهترین‌های عرصه سینما تلویزیون و دوبلاژ بوده. فرزند دلبند مرحوم حسین عرفانی و مرحومه سرکار خانم شهلا ناظریان. کسی نیست جز مهسا عرفانی. رئیس، من همه جور خوب گشتم ولی هیچی ندیدم. گروه خودمون ما خارج از مدرسه یک کلوب داریم. یعنی واقعا نمیدونین؟ نه سلام آقای بهمن هاشمی، آقای مرداد بگ محمدی، ممنون از ما داریم فیلم رمزگشایی رو دوبله میکنیم. یه کودک دلبند، یعنی فیلم هست میخوایم شما واسطه گرمتون برای ما گویندگی کنید و همینطور بدونید محسا یکی از بهترین مدیر دوبلاژان هست، یکی از بهترین گوینده ها. سریال 100 200 500 هزار قسمتی در ما را پیر کرده. وظیفه‌مونه انجام بکنیم. متشکرم. محسا جان بفرمایید. خیلی سریع وقت نداریم. هشتمین نسل از خانواده رون، شاولای رون که به اسم لیلی هم میشناسیش، پسر لیلی بزرگ بنیانگذار دانشگاه ژیجینگ، سال 1924 از دانشگاه فیزیک و شیمی دانشگاه ژیجینگ فارغ التحصیل شد و از سال 1928 تو غرب درس رو شروع کرد. بله. آمدم قربان. خیلی راضی. بله شما. من یه بقلم اصلا ببینید این حرفشو دارید از زندگی آقای هاشمی مستند میسازی مرداد جان؟ ما داریم از لحظه لحظهشون میگیریم نقاط طلایی و بعدا میکشیم بیرون. ما اون کیفر اسمشو بایشیم پشت صحنه. بله پشت صحنه. پشت صحنه بگو. بهمن پشت صحنه. عالی. بفرمایید. این یک تلگرام رمزگذاری شده از ارتش بریتانیا است که ما پیداش کردیم. رمزگشاییش کنید، اینجوری میتونیم فعالیت‌های نیروی دریایی بریتانیا رو پیش بینی کنیم و بهتر بتونیم از جمهوری خلق چین محافظت کنیم. این رمز به امنیت کشور مرتبطه. باید یادتون بندازم که این رمزها بر اساس اعداد ساده‌ای نوشته شدن و ممکنه مثل یه بازی به نظر بیان، ولی رمزگشاییشون در واقع کاوش کردن ذهن یک انسان دیگه است در اوج نبرد و رقابت میان انسان‌های نخبه. چی شده؟ داری دنبال چی میگردی؟ آقای لایزوویچ، میدونی که کومینتاین در لبه شکسته و اونا دارن حرکت آخرشون رو انجام میدن. بهتون التماس میکنم، دوباره التماس میکنم کمکمون کنیم این تلگرام رو رمزگشایی کنیم. اینطوری جون خیلی ها رو میشه نجات داد. ولی در حال حاضر بزرگترین نگرانیمون اینه که فناوری آمریکایی برای باور ما پیشرفت کرده باشه. وایسا! این مرد کیه؟ اون اینجا چی کار میکنه؟ دریا تغییره، حیوان بیمار گذر زمانه و رد پاهایی که ناپدید میشن. ترستون از اینه که علمتون به مرور زمان محو بشه. برای همینه که تا این اندازه درگیرش شدیم. امیدواریم بتونه زندگیتون رو گسترش بده. گفتم این معمای سیاه و حل نکردی تقصیر من نیست. این همه سال هر شب بیدارت کردم تا بتونی خوابای مثلا با ارزش تو یادداشت کنی، ولی هیچ پایه‌ای نداشتن. با عقلم جور در نیومدن. بعد اون تلاش برای ترور، جینجن بیشتر به هم ریخت. اون رویاها بهش انگیزه دادن ولی ضعیفشم کردن. دوربین از دستتون نمیفته پسر. آقای بگ محمدی ما وظیفه‌مونه از اون اول تا اون آخرش از شما فیلم بگیریم. افتخار ماست. لطف شماست. خواهش می‌کنم. یکی از پشت صحنه های بهمن پشت صحنه دیگه این لحظات پایانیش. تشکر میکنم از همراهیتون. امیدوارم که ببینید حالا بحثی که الان صدا کردن، ولی ببینید
لذت ببرید، با ما در ارتباط باشید و همچنان با بهمن پشت صحنه بهروز علی محمدی بهت قول میدم وقتی از اینجا بیام بیرون همه چی درست میشه. تا ابد نمیتونی این کارو بکنی، میدونی که بالاخره دستگیر میشی میافتی زندان. قانون میانگین اینطور میگه. حاضری چیکار کنی که زندان نیفتی؟ فقط با ما باشید تا خدا هست، مشکلی نیست، چشم هم بزنی هاشمی نیست.